شهر دبی در امارات متحده عرب علاوه بر دیگر محله‌های جذاب سیاحتی، گلوبال ویلیج یا دهکده جهانی را نیز در خود دارد. این دهکده زیبا در کنار داشتن سرگرمی‌های جالب برای مردم، زمینه معرفی اموال تجارتی کشورهای مختلف را نیز فراهم می‌سازد. وکیل احمد احساس این گزارش را از دبی فرستاده که تقدیمتان می‌گردد. دهکده افغانستان فرصتی برای نشان دادن از سرمایه‌های افغانستان، صنایع دستی، سنگ‌های قیمتی، میوه‌های طبیعی و ده‌ها مورد دیگر تجارتی افغانستان. دهکده افغانستان یا افغانستان ویلیج که در دهکده جهانی دبی یا دبی گلوبال ویلیج قرار دارد، سبب شده است تا تعداد زیادی از سرمایه‌گذاران افغان را به خود جذب نماید و در عین حال تولیدات و صنایع افغانستان را به دیگر مردم دنیا معرفی نماید. مردم ما شما تشویق میشن و با کارهایی که فرزن کار دستی که فرزن قالین از یا دیگه مثل سنگاری که مردم آوردن، اینا مردم ما شما زیاده تشویق میشن که فرزن مال ما در خارج صادر میشه، ما میتونیم از استفاده صحیح بکنیم. این خیلی رول داره، به شرطی که کم توجه دولت هم باشه به خاطر صادرات اموال. ما فکر میکنیم این مهرجان‌ها و اصطلاح فستیوال‌های خارج خیلی رول داره. گلوبال ویلیج یا دهکده جهانی که در دبی از چند سال به این سو همه ساله برای 4 ماه برگزار می شود، از دهها کشور دهکده های کوچک ایجاد شده و در آن صنایع و تولیدات و فرهنگ های کشورهای شرکت کننده به نمایش گذاشته می شود. در دهکده افغانستان که بیش از 40 دکان وجود دارد، بیشتر صنایع تولیدی افغانستان مانند قالین، لباس های دستدوزی و میوه های خشک افغانستان دیده می شود. دکاندارانی که در اینجا شرکت نمودند ظاهرا راضی به نظر می رسند. به گفته این دکانداران، چنین دهکده ها سبب می شود تا افغان ها آنچه را که تولید می نمایند دقت و جدیت بیشتر بر آن بنمایند، زیرا به گفته آنها وقتی به این باور می رسند که امتیازشان برای کشورهای دیگر ساخته می شود، دقت بیشتری از خود به خرج می دهند. در طول یک سالی که ما از اینجا در ماه 3 میلادی ما به طرف وطن میریم، در اونجا از تلاش شروع میکنیم به کار دوباره به تولید خود. این در طول 9-10 ماه تولید خود به اکمال میرسانیم. همین تولید خود دوباره با شخصا خود ما فابریکه کوچکی که داریم تولید میکنیم به همین کشور امارات میاریم، اینجا به فروش میرسانیم. از مال ما راضی هستیم. ما میوه خشک از تولیدات خود افغانستان است، اینا را از پکیج میکنیم به این صورت میاریم در امارات. از ما تقریبا استقبال خوبی شده. شرکت های کویتی هستن، شرکت های اماراتی هستن، شرکت های کویتی هستن، از ما درخواست به حساب به کوانتیتی خیلی بالایی از ما چیز کردن. دهکده افغانستان در سال گذشته به دلیل موجودیت اموال خارجی به نام افغانستان بیشتر مورد انتقاد قرار داشت، اما این سال نسبتاً بهتر دیده می شود. با آن هم برگزار کنندگان این دهکده می گویند تلاش دارند تا در سالهای آینده فرهنگ بهتری از افغانستان به نمایش بگذارند. وکیل احساس، صدای امریکا، دبی. در دهکده جهانی که در شهر دبی میزبان آن است، دهکده کوچک افغانستان هم وجود دارد. این که در دهکده افغانستان چه چیزها وجود داشته و چقدر فعال می باشد، شرح آن را خبرنگار ما وکیل احمد احساس که از استودیوی دبی با ما اند از مسئول دهکده افغانستان خواهند پرسید. آقای احساس، سلام بر شما، بفرمایید. آقا جان سلام. آقای مقری، من نخست میام به سوال اول. چقدر تاثیر اقتصادی بالای زندگی افغان‌هایی که در اینجا تجارت میکنند داره؟ یعنی می دهکده ما دیدم بیشتر از 40 دکان بود و همه امتای افغانی گذاشته شده بود. واقعا تاثیر زیاد داره، چون تجارهای افغان مقیم امارات هستند که بسته سال اقدر مشتری ندارن که از او خرید کنن و به این فستیوال اشتراک میکنن، به دهکده افغانستان اشتراک میکنن و جنس خود به فروش میرسونن. تاثیر بسیار زیاد داره روی تجارهایی که در دبی هستند. یک بخش دیگه تا جایی که من دیدم مسائل فرهنگی بود. در تمام دهکده ها دیده میشه که نمایش ها و هنرهایی که مثلا تولیداتی که در همون کشور هست یا فرهنگی که هست نمایش شده میشه. دهکده افغانستان در بخش معرفی فرهنگ افغانستان چی کارایی میکنه؟ ما چون فستیوال 5.5 ماه است و ما تایم تیبل درست کردیم برایش که یک بخش هست که قالین بافی داریم. قالین باف هست آمده، قالین میبافه او که میره از ولایت نورستان در تماس هستیم، همراهشان میان فرنیچر درست میکنن.
یا میز و چوکی درست میکنن. بعد از او از ولایت هرات شال میدوزن یا پشت به پشت یک به یک میان. بعد آخرش یک گروه اتن از افغانستان تلویزیون بچه‌ها که اتن ملی ما را رقص میکنن در سر استیج با استیج های مختلف گلوبال. کنسرت های هم داره؟ کنسرت هم یک کنسرت ماتیر شد. هنرمند موفق دو هنرمند اشتراک کرده بود، بیژن جان بود و همراه میرویس همراه. کنسرت بسیار موفق بود، مردم خوش بودن و حالا انشالله هفته آینده کنسرت دیگه کلتوری گرفتیم. یک مسئله که سال گذشته مردم شکایت داشتن، میوه های یا تولیداتی که در دهکده گذشته شده بود میوه خود افغانستان نبود. به عنوان مثال نخود پاکستانی گذشته شده بود، یا مثلا سال گذشته بعضی از دکاندارا افغان نبودن، مالکا افغان نبودن. امسال این مشکل کمتر دیده میشد. امید میره که بهتر از این بشه؟ نخیر، پارسال هم کارگر پاکستانی، هندوستانی، بنگالی شده میتونه، چون قانون امارات است یک نفر نمیتونه فقط برای 3 ماه برای یک نفر نو ویزا بکشه. او مجبور است که کارگر داره امور استفاده کنه در هر جای که او مغازه بگیره. و در مورد تولیدات گفته میتونیم مثلا ما جلغوزه پاکستانی داریم، هم در افغانستان خورده میشه هم در پاکستان خورده میشه. اگر از جلغوزه پاکستانی میارن یک نوع نخود است که با نمک است، او را از پاکستان میارن، ولی زیاتر تولیدات افغانی فروخته میشه در دهکده افغانستان. در دهکده نقش دولت افغانستان چیست؟ کنسولگری، سفارت، اینها چه کار میکنن؟ دهکده چون تجارتی است، بخش تجارتی است، دهکده خودش منیجمنت خود دهکده با حکومت قرارداد نمیبسته یا صحبت نمیکنه با ایشان، قانون نشان است. و ما در بخش ضروریات یا کمک که از کنسولگری سفارت میخوایم همراه ما همکاری میکنن. چقدر استقبال مردم افغان هاست و خارجی ها چقدر میاین خرید میکنن؟ خریدار بسیار است، چون یگان دهکده جهانی است در بسته خلیج، دیگه در هیچ جای چیز وجود نداره. حتی یک فستیوال از بسته خلیج خریدار و بیننده میاد. تا امروزی روز که ما از 21 اکتبر افتتاح کردیم 1.8 میلیون نفر به دهکده آمده و دیدار کرده از دهکده و ما توقع داریم که پارسال 4.5 میلیون بود، امسال بیشتر از 6 میلیون. امید میره که فروشات سال به سال بیشتر بشه، تولیدات افغانستان بیشتر باشه؟ بله دیده میشه، چون مردم با تولیدات افغانستان آشنا میشن. 4 سال پیش لباس ملی افغانی را کسی نمیشناخت، کسی نمیخرید اینجا، ولی حالا ما میبینیم که عرب میاد، خارجی میاد، لباس ملی افغانی را میخرن. صنایع دستیه. بله میخرن. تشکر. فواد، این بود صحبت ما با میرویس مقری، تنظیم کننده دهکده افغانستان در گلوبال ویلیج یا دهکده جهانی دبی. بله، تشکر از شما و تشکر از مهمان گرامیتان.